میگید به مردم؟ چرا میگید اسلام مشوق فقر است؟ کجا گداپروری رو اسلام تجویز کرده؟ چرا میگید؟ اسلام میگه زهد داشته باش، نمیگه تارک دنیا باش. با مردم میگن پول، میگن افغانستان رو ببینید ما الحمدلله نسبت به افغانستان خیلی به همینم دروغ میگیم، چون پول افغانستان 3 برابر پول ماست. دروغ میگیم. اگه قرار شد ما رو با آمریکا بسنجید، بعد ریالمون هم با دلار بسنجید، بعد تمدنمون هم با اون بسنجید. بابا قال رسول الله النجاتو فسه. چرا میخوای آمریکا رو خراب کنی که جمهوری اسلامی بری بالا؟ چرا باید یک کشور رو بزنید زمین تا بگیم ما خیلی خوبیم؟ من کاری با آمریکا و اروپا و هیچ جا ندارم. ما مشکل فرهنگی داریم، ما مشکل رفتاری داریم، ما مشکل فکری داریم، ما مشکل داریم، باید حل شه. چیزی که توی این مملکت هیچ ارزش نداره عمر و وقته. 11 ساعت تو فرودگاه تأخیر داره، 11 ساعت. بعد یه ساندیس میدن، میگن از این که ما را تحمل کردی خیلی ممنونه، از ماست که فرما. اینو بگید به من، چرا دروغ